به نام خدا. با سلام خدمت همراهان عزیز. به کانال زنگ ریاضی خوش اومدین. تو این قسمت از آموزش ریاضی با ادامه تدریس فصل 1 از حسابان 11 در خدمتتون هستم. در واقع میشه قسمت 4 از فصل 1. بریم سراغ تعریف تابع. تابع یا فانکشن. تابع F از مجموعه A به مجموعه B رابطه ای است که هر عضو A را به یک و فقط یک عضو B نسبت میدهد. حالا جلوتر متوجه این تعریف میشین که این تعریف در واقع یعنی چی. تابع را با نمادهای زیر نشان میدن. به این سه شکل تابع رو نشون میدن. حالت اولش اینه که میشه F از A به B، حالت دومش از آی X به B X هست و حالت سومش F از X به F X هست. معمولا معلم‌ها میان تابع رو با F X یا Y نشون میدن، حالا یا F X نشون میدن یا Y، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. F X در واقع همون Y، F X مساوی است با Y. تابع رو میتونید به عنوان یک کارخونه تعبیر کنید. مثلا یک کارخونه رو در نظر بگیرید که مواد اولیه رو تحویل میگیره، که حالا اینجا همون مواد اولیه ما X و مواد ثانویه رو به ما میده که میاد روی این X ها یه کاری میکنه و مواد ثانویه رو به ما میده که حالا اینجا مواد ثانویه ما همون Fx یا Y هست. یک کارخونه رو در نظر بگیرید که مواد خام رو تحویل میگیره، این مواد خام رو روشون کار میکنه و یه خروجی به ما میده، یه چیزی تولید میکنه اون کارخونه. این مواد خامش همون X ها هست و خروجی این کارخونه همون Fx یا Y ها هست. بررسی تابع از روی نمودار. یک نمودار زمانی تابع است که هر خط موازی محور ارزها یا موازی محور Y ها نمودار را حد اکثر در یک نقطه قطع کنه. بعضی وقتا به شما میان یه نمودار میدن، میگن این نمودار تابع هست یا تابع نیست. شما باید بیاین موازی محور Y ها خط رسم کنید، ببینید که این خطی که موازی محور Y ها رسم میکنید آیا این نمودار رو توی دو نقطه میتونه قطع کنه یا نه. اگر که نمودار رو حد اکثر، یعنی خیلی زیاد که بخواد قطع کنه، توی یه نقطه قطع کنه، اون نمودار برای ما تابع هست. ولی اگر بیشتر از یه نقطه قطع کنه اونجا دیگه تابع نیست. حالا این مثال هایی هست که براتون آورده. کدام یکی از نمودارهای زیر تابع هست؟ گفتیم موازی محور Y ها باید خط رسم کنیم. این نموداری هست که به ما داده شده، محور X ها که میشه این محور، این محور افقی که اینجا دارید میبینید محور X ها هست، این محور عمودی که دارید میبینید محور Y ها هست. حالا یه خط موازی محور Y ها من باید رسم کنم، ببینم اینو در چند تا نقطه قطع میکنه. هر جای این نمودار من بیام خط رسم کنم حد اکثر داره توی یه نقطه قطع میشه. اینجا که رو خود محور Y ها هست رسم کنم، ببینید فقط توی این نقطه قطع میکنه. این ورتر رسم کنم فقط توی این نقطه قطع میکنه. اینجا رسم کنم فقط توی این نقطه قطع میکنه. اینجا رسم کنم فقط توی این نقطه قطع میکنه. پس هر خطی که من بیام موازی محور Y ها رسم کنم، اینو حد اکثر داره توی یه نقطه قطع میکنه. حالا ممکنه که مثلا نمودار یه جوری باشه که وسطش فاصله داشته باشه، من اینجا هم که بخوام رسم کنم هیچ جا رو قطع نکنه، بازم اون میتونه تابع باشه. خب پس این نموداری که به ما داده شده تابع هست، چون هر خط موازی محور Y ها که رسم کنه حد اکثر توی یه نقطه داره قطع میکنه. این نمودار دومی که به ما داده شده، این خط محور X ها هست، این یکی محور Y ها هست. میام موازی محور Y ها خط رسم میکنم، ببینم توی چند تا نقطه قطعش میکنه موازی محور Y ها. اگر رو خود محور Y ها رسم کنم، ببینید که فقط توی یه نقطه داره قطعش میکنه. ولی اگه بیام این طرفتر رسم کنم، هر جا که رسم کنم توی دو نقطه داره قطع میکنه. فرضاً من اینجا یه خط عمودی رسم میکنم، اینجا که رسم کنم یه نقطه داره اینجا قطعش میکنه، یه نقطه هم داره اینجا قطعش میکنه، پس شد توی دو نقطه. اینجا داره توی دو نقطه قطعش میکنه. گفتیم تابع نموداری تابع هست که حد اکثر توی یه نقطه قطع بشه، ولی اینجا داره توی دو نقطه قطع بشه، پس این تابع نیست، چون بیشتر از یه نقطه داره قطعش کنه، تابع نیست. حالا اگه یه خطی هم من اینجا رسم کنم، هیچ جا رو قطع نمیکنه، هیچ فایده‌ای نداره. خب حالا این نمودار بعدی هست، اینو در نظر بگیر. اگر من بیام یه خط اینجا رسم کنم، این فقط توی یه نقطه داره قطعش کنه. اگه یه خطی اینجا رسم کنم، فقط توی یه نقطه که اینجا باشه داره قطعش کنه. ولی اگه یه خط اینجا رسم کنم، ببینید که اگه من یه خط اینجا رسم کنم توی دو نقطه قطعش کنه. چرا دو نقطه؟ چون این نقطه‌ای که اینجا دارید هم از این بالا تو پر هست، هم از اینجا تو پر هست، پس از هر دو جای این شامل نمودار هست. حالا من یه خط اینجا رسم کنم موازی محور Y ها، میبینید که هم توی این نقطه داره قطع میکنه، هم توی این نقطه داره قطع میکنه، پس این تابع نیست، چون تونستم یه خطی رو پیدا کنم که توی دو نقطه قطعش کنم.
اما نمودار این طرفی رو نگاه کنید، این یکی تابع هست. چرا؟ چون من هر جا که بیام یه خط موازی محور ایگرگ ها رسم کنم، اینو حد اکثر داره توی یه نقطه قطع کنه. اگه یه خط من اینجا رسم کنم، اینجا قطعش میکنه. اگه بیام روی این رسم کنم، باز فقط توی این نقطه داره قطعش میکنه. چرا؟ چون نقطه بالا اینجا هست، تو خالیه. این نقطه تو خالیه، پس این نقطه خودش شامل نمودار نیست. وقتی من بیام یه خط اینجا رسم کنم، فقط داره توی این نقطه قطعش میکنه، فقط توی این نقطه قطع میشه. پس حد اکثر داره توی یه نقطه قطع میشه، پس این نمودار تابع هست. بررسی تابع از روی زوج مرتب. اگر رابطه‌ای به ما بدهند که متشکل از زوج‌های مرتب باشد، زمانی تابع است که مؤلفه‌های اول یکسان نباشند، یا اگر مؤلفه‌های اول یکسان بودند، مؤلفه‌های دوم نیز یکسان باشند. خب حالا یه موقع می‌بینید میان به صورت زوج مرتب به ما تابع رو ارائه می‌کنن. زوج مرتب یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که اینجا دارین می‌بینید. اینجا نوشته شده R1 مساوی است با 2 و 0، 5 و -1 دوم، رادیکال 2 و 0. این چیزی که اینجا دارین می‌بینید زوج مرتبه. مؤلفه‌های اولش که این 2، 5 و رادیکال 2 باشه، مؤلفه‌های اول یا x ها در نظر گرفته میشه. مؤلفه‌های دومش که 0، -1 دوم و 0 باشه، مؤلفه‌های دوم یا y ها در نظر گرفته میشه. پس مؤلفه‌های سمت چپ میشه x ها و مؤلفه‌های سمت راست میشه y. این هم زوج مرتبه دیگه، دو تا زوج در کنار هم دیگه قرار گرفته شدن، این میشه زوج مرتب. مؤلفه‌های سمت چپ x ها هستن، مؤلفه‌های سمت راست y ها هستن. پس این x، این y، این x، این y، این x، این y. خب حالا گفته کدام یک از زوج‌های مرتب زیر تابع هستن. باید ببینیم اینا کدومش تابع هستن. توی تعریف تابع به صورت زوج مرتب گفتیم چی؟ گفتیم مؤلفه‌های اول یکسان نباید باشن. حالا اگر مؤلفه‌های اول یکسان شدن، مؤلفه‌های دوم هم حتما باید یکسان باشن تا اون زوج مرتب ما تابع باشه. این زوج مرتب اولی که به من داده، میام مؤلفه‌های اولش رو بررسی میکنم ببینم آیا مؤلفه‌های اول یکسان دارن یا نه. این مؤلفه اولش 2 هست، این یکی 5، خب یکسان نیستن. این یکی هم رادیکال 2، پس هیچ کدوم از این سه تا با هم دیگه مساوی نیستن. خب مؤلفه‌های اول یکسانی نداره، پس این زوج مرتب تابع هست چون مؤلفه‌های اول یکسان نداره. این میشه تابع هست. بریم سراغ زوج مرتب دوم. 2 و 9، 5 و 7 سوم، 2 و -9. حالا میام نگاه میکنم ببینم آیا مؤلفه‌های اول یکسان هستن یا نه. این مؤلفه اولش 2 هست، این 5، 2 و 5 که یکسان نیستن. این یکی هم 2، ولی این 2 که اینجا دارم با این 2 که اینجا دارم یکسانه. خب حالا اینجا دو تا مؤلفه اول من یکسان شدن، 2 با 2 مساویه. مؤلفه‌های اول من یکسان شدن، باید ببینم که آیا مؤلفه‌های دومشون هم یکسان هستن یا نه. اگه یکسان باشن اون موقع این تابع میشه، ولی اگر یکسان نباشن تابع نمیشه. مؤلفه اول من 2 هست، اینجا مؤلفه اول من 2 هست. مؤلفه دومش 9 هست، اینجا مؤلفه دومش -9 هست. پس مؤلفه‌های دومشون یکسان نشدن. حالا اگر اینجا هم مثبت 9 بود، اون موقع این مؤلفه‌های اول یکسان داشتن، مؤلفه‌های دوم یکسانی هم داشتن و تابع میشد. ولی چون مؤلفه دوم این دوتا یکسان نشده، تابع نیست. مؤلفه دوم این 9 هست، مؤلفه دوم این -9 هست. 9 و -9 با هم دیگه مساوی نیستن، پس این تابع نیست. میریم سراغ زوج مرتب بعدی. 3 و 5، 7 و 2، 3 و 5، 2 و 7. میبینید که این مؤلفه‌های اول دوباره تکراری شدن. این مؤلفه اول 3 هست، این 7، این 3 هست، این 2. خب کجا مؤلفه اول تکراری دارم؟ این دوتا زوج مرتب، این 3 و 5 و این 3 و 5 مؤلفه‌های اولشون تکراری شد. حالا که مؤلفه اولشون تکراری شد، میام نگاه میکنم ببینم آیا مؤلفه دومشون هم تکراری میشه، مؤلفه دومشون هم با هم دیگه برابر هست یا نه. اگر مؤلفه دومشون هم برابر باشه، اون موقع تابع هست. حالا مؤلفه دوم این 5، مؤلفه دوم اینم 5، پس این دوتا با هم دیگه برابرن. حالا که این دوتا با هم دیگه برابر شدن و جای دیگه مؤلفه اول تکراری نداریم، این زوج مرتب هم تابع هست. حالا چند تا تابع خاص رو بهتون معرفی میکنم. اولیش تابع همانی هست. این تابع همانی یا تابع یکسان تابعی که خیلی کاربرد داره، اینا حتما توی ذهنتون بسپارین که این تابع همانی میتونن ازش سوالات پیچیده‌ای هم بدن. تابع همانی رو با صورت fx مساوی است با x یا y مساوی با x میتونیم تعریف کنیم. پس تابع fx مساوی با x یا y مساوی با x را تابع همانی یا یکسان گویند. بعضی از معلم‌ها میان fx رو y در نظر میگیرن، هیچ فرقی نمیکنه. ما میتونیم
هم به صورت fx نشون بدیم هم به صورت y نشون بدیم. پس خط y مساوی با x یک تابع همانی است. خط y مساوی است با x. این تابع نیم ساز ربع اول و سومه. اینجا میبینید که نمودارش رو من کشیدم، نیم ساز ربع اول و سوم. اینجا ربع اول شناخته میشه، اینجا ربع دوم شناخته میشه، اینجا ربع سوم و اینجا هم ربع چهارم. توی محورهای مختصات این قسمت ربع اوله که x هاش مثبت، y هاش هم مثبت. این قسمت ربع دومه که x هاش منفیه اما y هاش مثبته. این قسمت ربع سومه که هم x هاش منفیه هم y هاش منفیه. این قسمت ربع چهارمه که x هاش مثبته ولی y هاش منفیه. خط y مساوی با x شد تابع همانی که نیم ساز ربع اول و نیم ساز ربع سومه. شیب این خط یکی است. باز این مبحث شیب هم به ذهنتون بسپارین که این خطی که به این شکل رسم شده شیبش یکه. اینو همیشه تو ذهنتون باشه. خطی که داره به این شکل رسم میشه شیبش یک. خطی که داره به این شکل رسم میشه شیبش منفیه. که خطی که نیم ساز ربع دوم و چهارم باشه شیبش منفیه. که خطی که نیم ساز ربع اول و سوم باشه شیبش یکه. حالا نیازی هم نیست که حتما نیم ساز باشه. خطی که کلا به این شکل داره رسم میشه شیبش منفیه. خطی که به این شکل داره رسم میشه شیبش مثبته. حالا لزوما نمیخواد که نیم ساز باشه، ممکنه یکم کج‌تر باشه، مثلا به این شکل رسم بشه شیبش مثبته. تابع ثابت، تابع y مساوی با c رو تابع ثابت میگن یا fx مساوی با c. c چیه؟ c یه عدد ثابته. حالا c میتونه یه عدد مثبت باشه یا یه عدد منفی باشه. اگر c مثبت باشه بالای محور x ها قرار میگیره، اگر c منفی باشه زیر محور x ها قرار میگیره. حالا اگر c صفر باشه چی؟ c صفر باشه در واقع همون محور x ها میشه خود نمودارمون. c مساوی با صفر یه خط میفته روی محور x ها میشه تابع c مساوی با صفر. تابع ثابت، تابع fx مساوی با c یا y مساوی با c را تابع ثابت میگن. این تابع خطی موازی محور x ها است و شیب این خط صفر است. شیب این خط هم صفر. اینو در نظر بگیرید که هر خط موازی محور x ها بهتون دادن شیبش صفره. y مساوی با c یه تابع ثابته که c هم یه عدد ثابته. مثلا میتونه 5 باشه، میتونه 1 باشه، c میتونه 10 باشه، میتونه 1000 باشه، هر عددی که میخواد اینجا باشه. c یه عدد ثابته که شیب y مساوی با c صفره. توابع چند ضابطه‌ای. یک تابع ممکن است دارای چند ضابطه یا قانون باشد. برای محاسبه چنین توابعی باید به شرایط x توجه کنیم. خب یه تابع رو ممکنه به این شکل به ما بدن که ببینید این الان متشکل از 3 تا ضابطه است، 3 تا رابطه داره یا همون 3 تا ضابطه. متشکل از 3 تا ضابطه است که برای حلش باید به شرایط x توجه کنیم. شرایط x هم اینجا ببینید روبروش نوشته شده. یکیش x بزرگتر از 2 هست، یکیش x مساوی با 2 هست، یکیش x کوچکتر از 2 هست. حالا تو این مثال 2 هست، تو مثال‌های دیگه عدد قطعا فرق می‌کنه و چیز دیگه است. برای محاسبه این توابع این شکلی باید به شرایط x توجه کنیم و با توجه به شرایط x این مقداری که به ما داده شده رو محاسبه کنیم. بریم سراغ مثال. گفته اگر تابع fx به صورت زیر باشد که این تابع fx رو اینجا به ما داده، حاصل عبارت 5 تا f3 منهای 9 تا f2 به اضافه f1 را بیابید. این جواب نهاییش میشه 54. اینو من گذاشتم که خودتون حل کنید ولی یه توضیح در موردش میدم که به چه شکل میتونید حلش کنید تا راحت تر بتونید این سوال رو هم حلش کنید. گفتیم که برای حل چنین سوالاتی باید به شرایط x توجه کنیم. شرایط x رو اینجا گفته. حالا اولیش 5 تا f3 هست. من اول باید f3 رو محاسبه کنم، بعد توی 5 ضربش کنم تا این قسمت اول به دست بیاد. خب f3 رو که بخوام محاسبه کنم f3 3 بزرگتر از عدد 2 هست. پس کجا قرار میگیره؟ به ازای x های بزرگتر از 2 من باید از این رابطه‌ای که اینجا نوشته شده استفاده کنم. پس باید از این استفاده کنم. f3 یعنی چی؟ یعنی به جای x هر جا x میبینی 3 رو قرار بده. اینجا من x دارم، به جاش 3 میذارم. 2 3 تا 6 تا به اضافه 5 تا میشه 11 تا. پس تا اینجا f3 میشه 11. f3 شده 11. حالا 5 تا 11 تا میشه 55 تا. این قسمت شد 55. منهای 9 تا f2. f2 یعنی چی؟ یعنی 2. اول که f2 است باید x اون مساوی با 2 است. نگاه میکنم ببینم تو کدوم یک از اینا قرار میگیره. به ازای x مساوی با 2 گفته از این رابطه استفاده کنید. خب حالا من میخوام f2 رو محاسبه کنم، بعد توی منفی 9 ضربش کنم. f2 رو که بخوام محاسبه کنم یعنی هر جا x دیدی به جاش بذار 2. اینجا جای x من میذارم 2. 2 به توان 2 میشه 4. 4 منهای 4 هم که میشه 0. رادیکال 0 هم که دیگه 0. پس اینجا f2 من میشه 0. حالا 9 تا 0 هم میشه 0. کلا این عبارت شد 0.
برای محاسبه عبارت f1 یعنی اول باید بیام f1 رو محاسبه کنم ببینم چند میشه، اینجا جای f1 قرارش بدم، یه بار دیگه f اون عدد رو به دست بیارم. حالا f1 رو که بخوام محاسبه کنم x کوچکتر از چند میشه؟ 1 کوچکتر از 2 دیگه، یک یعنی جای x ها من باید 1 بذارم. خب x 1 که باشه 1 میشه کوچکتر از 2، پس باید از این رابطه استفاده کنم. حالا اینجا جای x ها 1 میذارم، 1 به توان 2 بشه 1، 1 به نهای 1 میشه 0 تقسیم بر 1 به اضافه 1 هم میشه 2، 0 دوم میشه 0. تا اینجا من به دست آوردم 0، پس f1 میشه 0. اینجا جای f1 میذارم 0. حالا یه بار دیگه باید f0 رو به دست بیارم. f0 باز عدد 0 کوچکتر از 2 هست، پس باز هم باید از همین رابطه استفاده کنم، یعنی جای x ها باید 0 رو بذارم. اینجا جای x که 0 بذارم 0 به توان 2 میشه 0 منهای 1 میشه -1. 0 به اضافه 1 هم که میشه -1، پس -1 تقسیم بر مثبت 1، پس این عبارت میشه -1. جای این f1 شد -1، اولی شد 55، دومی شد 0، سومی هم شد -1، پس میشه 55 منهای 1 میشه 54. جواب نهایی من شد 54. حالا من این سوال رو می‌خواستم خودتون حل کنید، بازم اومدم جوابش رو گفتم. موفق باشید.